صدا از این قوطی. این قوطی چی؟ در بالایش نام نوشته شده است. یاسین در این باره اون چیز گفت؟ نه، هیچ چیز نگفت. حاضر میفهمه. گوش میکنم. فریده را جزم. تو چی ها میگویی؟ تو کیستی؟ اگر امینه را یافتن خواهی فریده را جزم. امینه؟ الو. تا حال دخترت را نیافتی؟ شما کیستید؟ یک دوست شما. ما رو میشناسید؟ در کجا بودن دخترم رو میدونید؟ برای همین زنگ زدم. مایلش جایش رو گویه در کجاست؟ در کوچه مرکزی مهمانخانه لیلا حجره 215. دختر در اونجاست. نیکیم را فراموش نکن. شما راست میگویید؟ این تلفن رو همراه گیر. لازم میشود. الو. خاموش کرد. چی گفت؟ امینه در مهمانخانه لیلا بوده است. همین خیلی گفت. شرف بیا رفتیم. فریده استید با کجا میروید؟ آخر با خانه آمده یک قوطی یافتیم، در درونش تلفن. یک شخص ناشناس زنگ زده جای امینه را میگوید. این طور نکنید، از برای خدا به کلیسر عزیز زنگ زنید. گوش کنید، به فکرم اینجا زیر کاسه نیم کاسه هست. او راست میگوید. خبرهای زیاد آمده گفته بود. شاید این دیوانه ما را فریب میکند. نبای آقای شرف. ما نو به خانه آمدیم. کسی در خانه تلفن مانده است. زنگ زده جای امینه را گفتم. مهمانخانه لیلا گفتی؟ از کجا میدونید؟ در مرکز خبر آمد. ما هم به آنجا میرویم. مایلش ما هم میرویم. رفتیم. آیستتر خودم میروم. کلی درو به این هم سرم تاب میخورد. خیز من در روز میکشم. خیز با پلیس چی گفتی؟ خواطر نشو، مرا اکر قهرمان فرستاد. زبانش رو نگاه دارد گفت. امیدوارم که عقل خودت هم گرفتگیست. نه، من هیچ چیز نگفتم. حتی نام اکر قهرمان رو نگرفتم. آفرین. از این پس هم نمیگیری. مرا فهمیدی؟ من حاضر به تو یک پیام میرسونم. هر وقت که به آینه نگاه کنی به خاطرت میآید. اگر به حبسخانه روی آنجا هم تو را میابی. اگر به قبرستان روی آن وقت خلاص میشوی. تنها میمانی. این مهمانخانه در همین جاست شرف؟ بله همین جاست فریده. دختری من به چنین کارها دست نمیزند و در اینجا چی میخوابد؟ تا امروز بسیار کارها را کرد فریده. کمیسر عزیز، یگان کس را پرسیده؟ نه نرسیده. بیا رفتیم. یک دختر را میکنیم. امینه افیگیل در حجره 215 میستاده است. نه، آن حجره خالی است.
تو آن حجره را کشا. میکشایم، لیکن شما باور نمیکنید. شاید نامش دیگر است. در اینجا نام اصلیشون رو نمیگویم. بسیار گپ نزن، تو زود راه کرد، پیش درآ. مرحمت بینید. شو تو یک طرفی. در اینجا کسی نیست. سردارم، در اینجا یک مکتوب هست. در بالایش فریده نوشته شده است. دختره در اینجا نیست، اما یک روز او را از چنین جایها مییابی، زیرا او دختری کوچه گرد شده است. او کیست؟ از ما چی میخواهد؟ از دخترم چی میخواهد؟ نمیدانم خانم فریده، اما میفهمید. البته میفهمید. این تویی؟ ها منم. مرا یاد کردی؟ تو زنده ای؟ نخود نفهمی مگر کوری؟ اما آفرینت، نقشه عالی کشیده ای. لیکن نشد. میدانی برای چی نشد؟ چون که قهرمان اکم می شود. من یگانه دادرش هستم. نمیتواند اکه دادرش را به آسانی بکشد. چنانی که میبینی من زنده‌ام، او مرا نکشت. ما روبرو ایستاده. از این پس همیشه در روبرویت میشوم. پینار، فراموش نکن. این دنیا برای هر دویمان تنگ است. یا تو یا من. فهمه؟ از دو نفر یکی امان باید بمیرد. این را هرگز فراموش نکن. چی کار میکنی؟ یاری دهد، التماس یاری دهد، مرا میکشد. یاری دهد، یاری دهد، مرا میکشد. پینار خانم، دویدن گوساله تا کهدان. این هدیه از نام من، مخصوص برای خودت خریدم. تو خیز از جایت، اکنون با زبان خودت گپ میزنیم. با بچه ها گوی تلفنی در دست خانم فریده بوده را گوش کنند. رقمش را امیر میدم. خوب شده سردار. در را محکم کن. کو گذر. چی کار میکنی ها؟ من سعید باسکایا هستم. چون این رفتار کردنت من است. از بابایت شکایت میکنم.
بخشش سعید باسکایه، نباید چنین رفتار میکردم. کو بشین. این خوب است نه؟ خوب است. تو بر اینها از این بدتر و سزاوارند. اما کو گپ زن، امینه در کجاست؟ چند بار گویم ها؟ امینه رو در باغوش پنهان کردم، دیگر ندیدم. شاید گریخته است، از کجا میدونم؟ فرض کردیم گریخته باشد، پس چرا نفر این مکتوب بفرستد، زنگ میزند، عائله‌شان رو فریب میدهد؟ اکنون گپ زن ابله، در کجاست؟ نمیدونم، هیچ چیز رو نمیدونم. شاید قهرمان داند ها؟ قهرمان؟ من چی علاقه دارد؟ نمیدانم سعید، اینش را تو میگویی. شبی گم شدن امینه 2 مرتبه با هم صحبت کرده اید. قهرمان به جای اکام است. بعضا به من کمک میکند. امشب از او به کدام بیمارخانه بردنم رو پرسیدم. تو با قاچاق عضوهای انسان چی علاقه داری؟ قاچاق اعضای بدن؟ اینش از کجا برآمد؟ همان دکتر گفت علاقه داشته ای. دروغ گفته است. گوش کن، از دو سر ما میفهمیم. بهترش با ما همکاری کن. قهرمان هم در این کار آلوده است؟ قهرمان چون انسان نیست، در این کار علاقه ندارد. خودش گفته بود که من کاری ندارم. او را به این کارها آلوده نکنید. سعید، عقلت را کار فرما. خطا میکنی. به خاطر دیگران جان دختری جوان را در خطر میگذاری. تو این آدم ها را نمیدانی. همین که کارشان با تو تمام شد، تو را زنده نمیمانند. بهترش با ما همکاری کن. با امینه و کودکش ضرر نرسد. کدام کودک؟ آن کودک زنده است سعید. یک دقیقه. چی میخواهی؟ نمیدروی. برای دیدن اکم از شما اجازت پرسم؟ یک طرف ایستید. اکا با بچه هایت فهمون آخی؟ حاضر چنان میفهمانم که دیگر به اجازت نفس هم کشیده نمیتوانی. در اینجا چی کار میکنی ها؟ من به تو نگفته بودم که دیگر به نظرم ننما، گم شود نظرم، گم شو. اکا دیگر جایی ندارم. همه در پی منند، مرا میکوبند. و دادرت کمک کن. من به تو کمک عالی ترین را کردم، این را فهمیدگی. تنها به خاطر خدا رحمتی مادرم از جانت گذاشتم. قادر برآمده رو. سرم را به بلا گرفتار نکن. دادرت را پیش کرده این زن را وارسی میکنید اکا؟ همین تا؟ اکا این زن خطرناک است. این زن به سرت بلا می آرد. ابله از تو دیده بلای بزرگتر نیست. کنی زود از اینجا رو. عصبهایم را ویران نکن. این زن برای پاک کردن داغ من کمک کرد. او را از اینجا دفع کنید از اینجا. بیا راگرد. دستت را گیر. آکا پلیس آمده است. کمیسر عزیز در بیرون است. ابله مرا محو کردی. تو را تعقیب کردند؟ مرا کسی تعقیب نکرده است. این را پنهان کنید. باز چی شد؟ اینجا را گذرگاه کردید؟ هر افلاسی و پلیدی پیدا شود به اینجا علاقه دارد. برای همین آمدیم.
چی؟ تو چی گفتی؟ تو چی گفتم میخواهی؟ کمی پیشتر سعید را پرسیدم. به فکرم او را نمیشناسم نمیگویم. همراهی سعید دختری با نام امینه بود. او را ندیده ای؟ بیا منجوره من با کودکان سر و کار ندارم. با قاچاق عضوهای انسان چی؟ باوری دارم که برای این تهمت جواب میدهی. اگر جواب ندهم چی؟ مرا هم مثل امینه نیست میکنید؟ این چی علاقه دارد؟ من نمیدونم. استغفرالله. این طور باشد باید کافت و کاب بگذرانیم آقای قهرمان. اجازت کافت و کاب را بیار، هر کجای رو میخوای کافتن بگیر. کار من تازه است، من گناهی ندارم. اما گذشته تازه نیست. امکان نمیدهم که امینه از دست تو ضرر ببرد. من اینها را از پسم نآوردم. تشکر برای مرا نفروختنت. گوش کنید، او را از در قفا برارید. احتیاط کنید پلیس نبیند. دیگر این سگ را به درون راه ندید. اگر در کوچه دیدید پرانید. دشو. Anne, çok üşüyorum. Anne, ağlıyorum. Hasret, kar gibi yaktı beni. Yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne, duy sesimi. Anne, bırakma beni. Hayat bir oyun gibi belki umutlarımız vardı halbuki. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Yine bana kızım desen sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah sen ayıklarımı. Yine bana kızım desen sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah sen ayıklarımı. Yine bana kızım desen sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah sen ayıklarımı. از یاسین یگان خبر نیست؟ شب زنگ نزد؟ نه زنگ نزده است، اما به نزد اکای کمال رفته است، خبر دادند. خوب، هیچ نباشد. در کجا بودنش رو میدانیم.
صبح بخیر. مرا خانم افسون فرستادند. من شما را تنها میگذارم. حاجت نیست. چی میخواهد؟ خانم افسون جدا شدن میخواهند. برای تیزانیدن کار امضای شما لازم است. در این شب و روز باز او نمیرسید با جدا شدیش. در کجا امضا بذارم؟ مرحمت. در کجایش؟ در آخری هر صحیفه. خوب تمام؟ بله. زودتر کار را حل کنید. خانم افسون خرسند شود. برای کار. با من دخل ندارد او. اما خوبش زود قرار نمی برآوردی. آخر شما عائله برپا کرده بودید. بعد از تو عائله نداشتم. الو. مکتوب را گرفته؟ شما از ما چی میخواهید؟ کمک کردن میخوام خانم فریده. نیتی بد ندارم. همین طور کمک میکنید. با ما دروغ گفتن. با جایهای افلاس میگیرید. خیلی افلاس. من به شما راه را نشان دادم. آینده را روشن کردم. دختری من چون این کارها را نمیکنه. با اون جایها نمیرفت. چون که من صاحبیش میکنم. هم خودش و هم طفلش صاحبی میکنم. فهمیدید؟ هر دوشان را صاحبی میکنم. یعنی به خودتون باوری دارید ها؟ این طور باشد به کمک من نیاز نداره. دخترتان رو خودتان یابید. یک دقیقه بستید خاموش نکنید. التماس از برای خدا جایش را دانید. آخر را خورد است. هیچ گناهی ندارد. الو همین جایه. الو. مالش دلم شما سوخت. سراغش را میگویم در یاد گرفت. چی شد؟ چی گفت؟ یک سراغ را گفت و تلفن رو خاموش کرد. در یادت ماند؟ ها. رفت. شکر که خوب بوده است. در اینجا بود؟ شاید سروسی نشده. اولو شرف به غم خودش سرگردان بود. او رو گروگیر کردن. وعده دادم اما اجرا نکردم. خیر او حق است. دلگیر شد. نه اصلا شرف مرا دوست می‌دارد. با دستان خودم شوهرم رو پیش کردم. باید صبر میکردم. نروسا میکردم. الو نرگس، من یک چیپتا سپارش داده بودم. چیپتا لازم نیست. از فکرم گشتم. به سفر نمیبراید. مالش تشکر. به ادوکاتم زنگ زده گویم. الو من هم به شما زنگ زده می بودم. خاطر نشوید. همش طبق که خواسته‌تان شد. آقای شرف بی ممانعت امضا کردند. امضا کرد؟ شما گفتید سراسیمه‌ام. برای همین صبح بر وقت به نزدشان رفتم. دیگر چیزی نگفت؟ نه اعتراض نکردند. حتی یکون چیزی دیگر لازم باشد میتونم گفتند. مالش تشکر. افسون تو دیوانه. الان نرگس چیپتا را اینطور نکن. من میروم. خواهش میکنم چیپتا را از نو بگیر. رقمش هست همین است؟
رقمش رو فراموش نکرده باشی؟ همینجاست شرف. چطور فراموش میکردم؟ در یاد دارم. آخرین جای یتیم خانه است. شما را ممکن؟ این بنا رقم 60 است. یگان بنای دیگر با رقم 60 نیست؟ بله همینجاست. نام این کس خریده است؟ بله. اینجا یک مرد آمده گفتی کمی دیرتر خانم فریده می آید. باز چی گفت؟ یک دقیقه. این رو مونده رفت. اینش باز چه شرف؟ حالا نه، اما روز نبرات رو در این جایها میکنی. این چیز فریده؟ او کی باشد؟ چی مقصد دارد؟ این کنار در این کار او هم دست دارد. میخواهد قصد پسرش را بگیرد. بیا با بیمار خونه میرویم. خزر جویا میرویم. خدا نجاتت دهد. اکنون تنها خدا تو را نجات داده میتواند. تو هم زود خوراکت را خور. حاضر آمده میبرم. چی شد؟ با تو چی شد؟ با خود بیا میگویم چی شد با تو؟ انا بینید در پایش راست نمیستد. او 24 ساعت در نظارت است. تنها برای هوا گرفتن به بیرون میبرد. با من نگاه. اون تو کارو میفرستی. دخترم در کجاست؟ خانم او شما رو نمیشنود. او چیزی رو نمیفهمد. مگر نمیبینید؟ چطور نمیفهمد؟ او دروغ میگوید. پیشتر ما را فریب میکرد. حالا باشد شما را میفریبد. زود بیمارخانه را ترک کنید وگرنه پلیس را جیغ میزنم. شرف بس کن. بیا رفتیم بخیرمون بالو نخواه. بالو میخرم. شرف همه رو فریب کرده میتوانی؟
اما مرا نه. اکنون جواب ده. دخترم در کجاست؟ جواب ده. پنار، جواب ده. میگویم دخترم در کجاست؟ دخترم در کجاست؟ با تو میگویم جواب ده. دخترم در کجاست؟ جواب ده. جواب ده میگویم. سرده مرا. سرده میگویم. مرا سرده. حالش بذار. شرف باز کن شرف. التماس ما رو ببخشید. دخترمون گم شده است و شوهرم عصبی است. التماس پلیس رو جیغ نزنید. روید این گپا رو با پلیس بگید. از برای خدا کمی انصاف کنید. فریده اینقدر زارا نکن. اگر شما هم پدر باشید درد ما رو باید فهمید. روید از اینجا. اگر بار دیگر شما رو ببینم این دفعه گذشت نمیکنم. تشکر زیاد. باز همون مرد زنگ میزنه. جواب ده. الو. از دور شما رو دیده دلم برای شما سوخت. دیگر شما رو سرگردان نمیکنم. جای دخترتان رو میگویم. از برای خدا بس کنید. طاقتم طاق شد. جایش رو گویید. چی گفتید؟ Yarınlar yazmıyor takvimlerde. Meçhulü yaşayan biri. Bütün ışıklarım sönmüş içimde. Kuytu bir yalnızlık gibi. نترس فریده. برای ما رو زیخ کردن چنین میگویم. حاضر راست نبودنش را فهمیده برآمده میرویم. مایلش خدایا با من چی شده؟ گل تمامی خوشبختی هایم رو نیست کرد. زبانم دیگر چیز میگوید، دلم دیگر چیز. حس میکنم که کاری بدی رخ میدهد. خدایا با من قوت ده. با تو نترس میگویم اما نمیدونه که خودم چی طور در حراس است. به همش من گناهگارم فریده. با گناهی من شد. همینطور نه؟ اگر شما رو ترک نمیکردم پریشان نمیشدم. خدایا التجا میکنم با من یک امکانیت دیگر بده تا خطاهایم را جبران کنم. آخرین امکانیت. التجا میکنم مرا با چنین غم گرفتار نکن. خدایا تمام گناه و خطاهای دخترم را با من ده. من همش رو میبردارم. شکایت نمیکنم. تنها خواهشم همین است که داغ فرزند را با من نشان نده.
امینا 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 چرا میبرونی؟ توقف کن امینا، توقف کن میزیمون، توقف کن. چرا حاضر میبرونیم دخترم، میبرونیم. توقف کن دخترم. امینا 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 نه امینا 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 ای خدایا نه این امینا نیست، این امینا نیست. نه امینا در خانه است و مرا انتظار است، مرا انتظار است. در این قبر بوده دختری تو نیست. مرگ او از دستی پسرت می شود. فریده سردارم، با فکرم امینه در اینجا هم نیست. او باز فریب میکنه. امینه در دستش نیست. تا اینجا فریاد کردنش من همچون این فکر میکردم، اما تمام خویش و اقربای خانم فریده اینجا خوند. یعنی چی؟ دخترش را در نزد آنها جای کردند؟ انشاءالله چنین نشدگیست. این خانم فریده است. خانم فریده؟ دخترم در اینجا نیست کمیسر عزیز، او در اینجا نیست. باز گفته است. خانم فریده آرام شوید. مرحمت چینه؟ خود را به دست گیرید خانم فریده. یوریدی در اونجا یک مرد افتیده است. زودتر بیایید. اکمل تو همراه خانم فریده ایست. در کجاست؟ در اونجا. آرام شوید خانم فریده. خدایا خداوندا
چرا برده نمیتوانم؟ مگر تا صبح دکتر را انتظار میشوم؟ جناب، روند کار همین است. برای او را جواب دادن امضای سر دکتر لازم است. خودتان گفتید که کمی پیشتر به خانم پینار هجوم کردند. باز به آن مرد چیزی نگفته جوابش دادید. جانی وکیل من در اینجا در خطر است. اگر با او چیزی شود جوابگریش را به عهده میگیرید. انا اجازت نامه. من موافق قانون عمل میکنم. اگر خواهید میتوانید شکایت کنید. خانم فریده، آب نوشید. بهتر شده؟ برای امینه آمدم. آنها برای دخترم آمدن. نه خانم فریده، برای اون آمدن. دروغ میگویید. ماشین برای شما است. آقای قهرمان فرستادن. تشکر. یک چیز رو پرسم. در این نزدیکای یگان مغازه کامپیوتری هست؟ من این جایها رو آنقدر خوب نمیدونم. در اداره کامپیوتر هست. میخواهم برای خودم بگیرم، چون که بعضی ثبت ها رو در اینترنت گذاشتنیم. کهنه هم باشد میشود. فرق ندارد. در پایان کوچه مغازه هست. از آنجا دسترس کرده میتوانی. مایلش. تا بازدید. تا بازدید. خانم فریده، آرام شوید. در اینجا امینه نیست. شرف با تو چی شد؟ شرف، از برای خدا بگوید کمیسر عزیز به شرف چی شد؟ به فکرم آقای شرف به بیماری فلج گرفتار شده است. این در دستش بود. هیچ گپ نه، در جای باش. با این طرف. این رو بینید. من در حقیقت زنی خوشتولیم. چی حال داری؟ هی کنی در اینجا بشین. زندگی اینجا بوده است. یک قهوه بیار. شیرین باشد، خیلی شیرین. کنی رفته بیار. برای شما هم بیارم اکا؟ با من هم قهوه بیار. قهوه بی شکر. و چیست؟ با من هدیه آوردی؟ نه جونکم، این هدیه تو نیست. این بازیچه من است.
تو دختر رو چیکار کردی؟ حالا هم در دستت؟ در همین جاست. انا در آن بنا پنهان کرده. یاسین رو انتظارم. خبر دارد؟ نه، اما دیرتر میفهمد. خیلی در هیجانم که او را دیده چیکار میکند. اما باور کن که امینه رو گریزاندن فکری عالی بود. اینش کیست؟ ها، او حالا هم زنده است؟ کی؟ سعید پسرخوانده افسون. الو اکای قهرمان، اکا تاجیلم با من کمک کنید التماس. احوالم وزین است اکا. در کجایی ابله؟ اکا در بستانسرای مادرم بودم. دختر دیوانه شد، مرا با کار زد، زخمی شدم اکا. او را بد نقل میکنم اکا. حالا او در بغوج است. چیکار کردی ابله؟ خدا جزایت را دهد. در کجایی؟ کنی سراغت را گوی. شد فهمیدم. اما آنجایی است حاضر بچه ها می آیند. گوش کن، آن دختر زنده است. نمیدونم اکا، صدایش نمیبراید. شد فهما. این کدام دختر است؟ امینه. او را خوب میشناسی. احوالش خیلی بد است. حامله دار شده است. این سید ابله همه کارها را در هم بر هم کرده است. امینه حامله دار شده است؟ با کی زنگ میزنی؟ به بچه ها زنگ میزنم. رفته کار را حل کنند. ایستو. با سید هر چی خواهی کن، اما امینه زنده باشد. او رو به من میسپاری. از سعید نجات یافتی. اکنون نوبت دیگرانش. خودت را آلوده نکرده اکنون از هر دویشون یک بار خلاص میشوی. یاسین ناموس عائله‌شان را تازه میکند. امینه باشد از این شرمندگی نجات مییابد. تنها فریده خودش تنها شاید این کارها میشود. خیر، مادران همین خیلند. فرزندان گناه میکنند، مادران عذاب میکشند. از تقدیر راه گریز نیست، همین طور نه؟ به من گوش کن. امروز بعد امینه را سپاریدن این کار به آخر میرسد. بعد از این اکای خواهر چی خلاصه برارند کار خودشان. حسابشان را برابر کنند. به ما علاقه ندارد، کار خودشان است. گفتگی برین. ادوکات به تو گفت، تو را شرطاً جواب دادند. هر روز رفته خودت را از قید میگذرانی. میدونم جانکم. مگر خورسندی کردن هم ممکن نیست؟ گوش کن. باز خورسندی کردم مرا به بلا گرفتار نکنی. آدم برای خورسندی کن. من آدم جدیم. خورسندی کردن را دوست نمیدارم. اگر مرا گرنگ کنی یا یگان کاری ناشایسته کنی به همان جای اولت میفرستم. باشتی آیتم. این چه قهوه؟ من یگان مزه رو حس نمی کنم. جای دستشوی کجاست؟ توبه کردم خدایا. آگون بابا جای دستشوی را نشان ده. او در حقیقت گنگ است؟ باز من گفتم او چرا دائم خاموش است؟ توبه خدایا.
نمیدانم کار خوب کردیم یا این که نه، هیچ نمیفهمم. و درون هم نمیگروید. دختر در همین جاست؟ بله. کشو اکای قهرمان اجازت نمیدهم. یعنی اکای قهرمان اجازت نمیدهد. من عروس شونده آقای قهرمانم. کمی پیشتر با من تکلیفی خانه‌دار شوی کرد. اصلا من حالا راضی نشدم. اما اگر راضی شوم اول سری تو رو میخورم. این رو البته در یادت گیر. آخر قهرمان شد янга габро дароз накунед. марҳамат дароед. حالا همین قدرش بسنده است. تو کیستی؟ از من چی میخواهی؟ دفشم. به این هم هیچ نیتی بد ندارم. تنها خواستم با چشمانم تو رو ببینم. اکد از پست است. دیوانوار در همه جا تو رو میجوید. همین که یافت میکشد. همان طوری که من پیشتر کردم. برای مردن آماده کودک. نه. ака бахайр аст? саросима маро фарёд кардед? بله بله، خواستم به تو خبر خوش را زود رسانم. خبری خوش گفتید؟ بله، کنشین. آن بیشرفی را که به خواهرت دست دراز کرده بود جزا دادم. سعید رو؟ آخر او در شعبه پلیس نبود؟ برای ما همه جا دسترس از پسرم. به قعر زمین هم رود میابیم، در زیر ناخون هم پنهان شود، البته کشی را میبراریم. اکا شما راست میگویید؟ با من شوخی نمیکنید؟ البته پسرم، حالا به هوش آمده است. زنده ماندنش خود یک معجزه است. تشکری زیاد اکا. باور کنید از شما خیلی منت دارم. لیکن نمیدانم کار خوب کردیم یا این که بد. برای چی اکا؟ آخر تو آمدی، آرون ناموس گفته داد و وای کردی، خودت را این طرف آن طرف زدی، ما به تو باور کرده سلاح دادیم. بعد چی شد؟ تلخ کف شده، گریختی و رفتی. اکا مادرم مرا قسم داد. باور کنید سخنش را شکسته نتوانستم. مادرت بغیر از دعا و قسم دیگر چیزی نمیدوند.
دلی مادر به بچه، دلی بچه به کوچه. پسرم، برای ناموست به اشک کسی نگاه نمی کنی. در حال کار را حل میکنی. تمام. اگر من می بودم تماما فکر نمی کردم. میدانی من به تو شبهه دارم. اکا اینطور نگوید. مرا شبها خوابم نمیبرد. وجدانم عذاب میدهد. من هر لحظه در فکر امین هستم. فرض کردیم که او را یافتی، پس چیکار میکنی؟ او را هم نکشته برآمده میروی؟ من به یک قرار آمدم. این دختر جزایش را میگیرد. فکر من همین است. چون که این دختر در بین مردم گشته نمیتواند. یاسین، اگر به محلتون رود کسی تو را مرد نمیشمارد. اگر به حال خودش گذاری عاقبتش معلوم است. به این هم من او را زنده نمیگذارم اکا. همین که او را یافتم جزایش رو میدهم. کنی بینم مادامی که چنین نیت داری. من برای تو را سنجیدن گفتم پسرم. امینه را یافتیم، در همین جاست. در درون است. چه شد؟ از فکرت گشتی؟ نه، برای این نیست. خیر، راه گرد. باغ رو خوب نگاه بین نمی کنند. التماس مرا جواب دهید. التماس آخی، من با شما کاری نکردم. کردی تو خواهری مرا کشتی. اکا مرا نمیکشی ها؟ اکا برای کشتنی من ناومدی ها؟